حتی این دولت تاجیکستان دیدید که عالمی رو به زور از گوشش کش کرده باشه، جلوی دوربین آورده باشه که بیا اینجا حرف ناحق رو بگو. نه، بعضی از اینا خودشون میان، والله خودشون با رضایت میان، پول میگیرن میان، دین فروشن. الله متعال در سوره کهف به ما میگه که بابا مثل اصحاب کهف وقتی نمیتوانید دعوت بکنید، نمیتوانید توحید رو پخش بکنید، نمیتوانید در مقابل ظالم بایستید، برید در یک سوراخی بمیرید، برید در یک غاری گوشه نشینی بکنید، برید در خانه بشینید صداتون رو در نیارید، حداقل مثل اصحاب کهف برید در یک گوشه بمیرید. اما متاسفانه نه تنها که مردانگی برای جهاد ندارن، اهل کمک به جهاد و به مجاهدین هم نیستن، مردانگی برای گفتن سخن حق رو هم ندارن، اما مانند سگ و بلا نسبت سگ صبح تا شام ببینید که بلندگوی صهیونیستا شدن، بلندگوی دشمنان اسلام شدن، بلندگوی آمریکا و